پرواز به روسیه از فرودگاه کلوب زیاد شده، رئیس آن چنین افزایش را به سابقه می‌نامد. Омск, Калуга, Челябинск, Самара, Екатеринбург. من با 30 شهر فدراسیون روسیه پرواز می‌کنیم. افزایش پروازها در حالی است که پیش از همهگیری کووید 19 از اینجا هفته همگی 4 پرواز صورت می‌گرفت. اکنون صدها مهاجر به کلوب می‌آیند تا از اینجا به روسیه پرواز کنند. زیرا نرخ چیپتا اینجا ارزان‌تر بوده 5600 سومانی را تشکیل می‌دهد. تنها در ماه گذشته از اینجا زیاده از 23000 نفر به روسیه پرواز کرده است. زیاد شدن پروازها به فرودگاه امکان داد خرج‌هایش را دهد و ضرری برابر به 24 میلیون سومانی را پوشاند. در 6 ماه 310 خطر ایجاد شد. در 6 ماه سال 2021 ما 35 میلیون و 335 هزار و 73 سومانی درآمد گرفتیم. فرودگاه کلوب سال 2006 مقام بین المللی را صاحب گشت و در گذشته نه فقط به روسیه بلکه به قزاقستان و چین هم پرواز انجام میداد. اما سوالی که بیش از همه در نشست خبری رئیس فرودگاه صدا داد این بود که اخیراً چه تعدادی از حربیان افغانستان که سرحد را گذشته در تاجیکستان پناه یافته بودند به کابل برگردانیده شدند. نورعلی حامیدزاده رئیس فرودگاه کلوب در جواب به این سوال فقط تکرار میکرد که این مسئله در صلاحیت او نیست. چند سوال دوم بود؟ حساب نکردیم. او مسافرکش نبودن؟ نه. سمالیاتی خودشون؟ سمالیاتی خودشون سمالیاتی دولت افغانستان. برای همین ما با کلا ندیوبریم و ندیو نرفتیم. بیلیت داشتن و غرض حربی و پاساژیرو بیلیت داشتن؟ بیلیت نداشتن. بیلیت داشتن چه من بدونم. با وجود آنکه همه افغانستانی ها از کلوب به کابل پرواز کردند، نورعلی حامیدزاده رئیس فرودگاه میگفت شرح دادن نمیتواند. خبرنگاران گفتند که حامیدزاده توانست با یک عباره من صلاحیت ندارم از پاسخ به این سوال های مهم فرار کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرودگاه بین المللی کلوب.